در اویله بابایف‌ها زبان صحبت اصلا ایما و اشاره است، زیرا فرزندان مادرزاد ناشنوا به دنیا آمدند. چه خدا میگه مرای خیلی کده میگم نمیدونم آخه من میفوره که شما گپ زنی لیکی میگه نمیشود چه خیلی کنم میگه مرا ایجابر من مسکو نمیبرسنی تاش میگه میبر میگه کجوی بگوی متر میبر میگه اولی گپ میزنی فقط مرا وعده میکنم که اولی گپ میزنی میگم درباره آینده هم فکر میکنم که میگم بعد از سری من هم چه خیلی میشوم بسیارتر برایم میگم در اویله بابایف‌ها زبان صحبت اصلا ایما و اشاره است، زیرا فرزندان مادرزاد ناشنوا به دنیا آمدند. حدود سالها پدر و مادر هم صحبت و ترجمان آنهایند. راستی گپ زندگی با آرزوها زیباست. حیات انسان در مدار خواسته و نیت‌های کوچک و بزرگ و اجرایش رسالت بردوش داشته سپری می شود. چون به سیمای هر یک عضو این خانواده می نگریم، نگاهی بسا مفتون کننده دارند. گرچند زبان گویا ندارند، اما محبت اراده آنها را به زندگی مستحکم نموده است. فقط میشینه بعد یکی قطعا اون کس گپ زنه میگه که تو مرا بفهمونی چی میگه میگه من میگه بسیار میخوام که همه چی را بدونم میگه مرا میفوره گپ زدن میگه چی به خدا میگه مرای خیلی کده میگم نمیدونم آخه مرا میفوره که شما گپ زنی لیکی میگه نمیشود چه خیلی کنم میگه مرا ایجابر من مسکو نمیبرسنی تاش میگه میبر میگه کجوی بگوی متر میبر میگه اولی گپ میزنی فقط مرا وعده میکنم که اولی گپ میزنی میگم من هم میخوام به مثل دیگر دختران زبانی گویا داشته باشم، با همه گفتگو کنم. نمیخوام که دائما خاموش استم. از خاموش ایستادن و اشاره کردن که اکثریت زبانی ما را نمیدانند راه افتاده میشوم. حرکت میکنم که گپ زنم، اما افسوس که نمیتوانم. پدر و مادرم را احترام میکنم، با آنها یاری میرسانم. میندارم از پدر و مادر خود. آنها به من خیلی کمک رسانیدند. من بسیار راضی هستم که در مکتب تحصیل میکنم. مکتب برای من خیلی معقول است. در آنجا دوستان زیاد دارم. آموزگاران را حرمت میکنم. آنها به من علم میدهند. رحمت به همهشان. برای هر یک مادر دیدن یگان کمبودی یا یگان نقصان فرزند خیلی مشکل است. من هر گاهی که این زن را میبینم جگرم میسوزد و آفرین میگم، آفرین به همین زنی که همین قدر تحمل میکنن. بسیار زنی پرطاقت هستند، تحمل میکنن و هر یکی اون رو در الهیدگی دوستداری میکنن، مهربانی میکنن. همچون مادر دل بزرگ دارن. آفرین برشون میگم. درباره آینده هم فکر میکنم که میگم بعد از سری من هم چه خیلی میشوم بسیارتر برایم میگم. چون با مادر هم صحبت شده معلوم شد که او و همسرش خویشاوندی نزدیک بودند و سبب نقصان زبانی و شنوایی فرزندان نیز همین بوده است. میگوید از همه چی بیخبر بودیم. با مسئلت کلان سالان به خاطر پیوند اولاد به پسری عمه خانه دار شدم. پدر و مادر نیز نکاح خویش و تباری داشتند و یک برادر و خواهرم نیز با علت زبانی به دنیا آمدند. ای خوردی ما هم خیلی میفتن که
زودتر با همی اویلادور میکنیم. بسیار من نمیخواست میرم میگفتم نه خشمانه نمیگیرم. هم خیلی مادرم پدرم گفتن که نه ما همی کارا میکنیم با امر تقدیر خیلی ما با یکدیگر خونه داشتیم. مردک خیلی مهربانه، مردک نازه. وقتی که ما خونه داشتیم 3 سال کودکدار نشدیم راستی گپ. و سال 81 خونه داشتیم، 84 کودکدار شدیم. وقتی که تولد کردم تماما در خیالم نبود که فرزندی من بیکار و گنگ باشد. چند بار گفتم که مردک بیا خیلی جدا شیم. گفتم ما شاید روزی شود که تو مرا بگو که تو با مرا گنگ کاری بسیار زایدی و نموندی که من یا کودک سوز تولد کنم. گفتم مردک به نام خدا گفتم یگون چی نمیگم. گفتم خیلی اگر گفتم شرایط باشه ما را نگاه کنی که نباشه ما خودمون یک بلو میکنیم یک برای یگون آدم نگاه قطعی اویله دار شد شاید خیلی فرزندی سالم تولد کنن. با تو یگون گفت که نه زنه گفتی که پورا نگو. ما گفت ایو را گفت ایمی زبان دارو در بالا میدونم. گفت خداوند امیره مرا لایق دیده. گفت من هیچ وقت گوش مرا نمیپرد. مردک مهربانه، مردک کنده نیست. دایم سرای او را سیله میکنه، گریه میکنه. پدرم کار میکند. تامینات اویله بر دوش پدرم است. او از صبح به کار میرود. خواندن مکتب به من دشوار نیست. من بسیار خواهش آموزش دارم. در کوچه بیهوده‌گردی کردن نمیخواهم. از این حالت شرمم میآید. از کوچه هیچ چیز گرفته نمیتوانم. بهترش که تحصیل نمایم و با کمک آموزگاران امتحانها را به مشکلی سپارم. پدرشون هم بسیار انسانی خاکسار هستند، پدری مهربان هستند و من میگم که وقتی که با مادرش صحبت میکنیم درد دل میکنند و مثلا گریه میکنند خودشون خالی میکنند. هر بگاه پدرش رو میبینم که در دست یگان از بازار خرید کرده میبیاین سری خم به یگان کس یگان کار ندارن و آفرین به همون کس که اینقدر درد فرزندای میبینند و اما مرد است و گریه کرده نمیتواند، با کسی درد دل کرده نمیتواند، خودش خالی کرده نمیتواند. اما با وجود این مردی خود رو نشان میده، انبار زندگی میکشند. سال 1984 تولید فرزند یکم زرینه به خانواده ما شادمانی آورد، ولی این شادمانی چندان دیر نپایید. تقدیر نسبت ما نامهربانی کرده او را از زبان گویا محروم گردانیده بود. همین طریق در ادامه زندگی هرمگل باقی و صاحب 8 فرزند می شود. 5 نفر آنها 4 دختر و 1 پسر با چنین احوال چشم به عالمی هستی گشودند. 2 دختر و 1 پسر سالم به دنیا آمدند. اما در ایام نورسی یکی از دختران سالمش که موزونه نام دارد به صدمه نقلیاتی دچار می شود و دستش آسیب می بیند. وقتی که کودکم 4 ساله می شود من می بینم که خواهر مردک هم با یکدیگر بازی میکنم. وقتی که من فریاد میکنم وای دویدن میبیاید و مزرینه باشد براش رفتن میگیرد و بسیار وقت از خشدامنم سوال میکردم اما برای چی رفتار همه چی را میفهمه و زرینه نمیفهمد. او میگفت که شاید میگه یا خیلی کودک همی خیلی اولی روز میشود سوز میشود هیچ غم نخه همی خیلی سوز میشود. خیلی دیگه فرزند رو تولد کردم دیمش سوز بود با امر تقدیر 2 ساله شد و از بین گذشت کودکم. بعد با 3مش رو تولد کردم دخترچه تولد کردم وای هم سوز بود. بعد از وای خشتومنم راست دیگه گفت بچم دیگه تولد نکه. ما گفتم که
خودش 11 تکده نمیمونه که ما گوده کنم. هیچی در خیال می فکرو نبود که بعد عاقبت من خیلی عذاب میکشم. خیلی به همش شگر خدای بد نکنه. همین خیلی بعد تولد کردم دخترچم سال 90 تولد کردم. دخترچم نغز بود سوز بود شگرانه خداوند میکردم. بعد او باز 92 سال دخترچه تولد کردم. دخترچم با امر تقدیر اینم گپ نمیزد. در خانه به مادرم یاری میرسونم. وقتی که از مکتب به خانه میایم از مادرم اجازت میگیرم و بعدم به بیرون برآمده با دوستانم میشینم. صحبت میکنم. من ناشنوا هستم. در کوچه آرام میشینم. مکتب رو دوست میدارم. زیرا در آنجا دانش میگیرم. غمی همه اینها رو یک طرف گذاشتم و غمی موزنه بسیار مرا عذاب میده. وقتی موزنه رو به زیر ماشین میماند و در بیمارخانه خاطرش رو گم میکند. بعد 40 روز که به یاد میبیایم میگم موزنه جون من مادرتم. با من نگاه میکند و میگوید که نه من نمیشناسم شما رو نمیدونم شما کی. وقتی پدرش میرود هرچند ما کوشش میکنیم موزنه ما رو یاد نمیارد. بعد همین خیلی آهسته ما رو بیمارخانه به خانه آوردیم. بعد 6 ماه میگه شما رو ما در کجای آوازتون با کیم کدام کسی ماننده. میگم آخه من اوچد میشم موزنه. میگه نمیدونم کجای در آواز شما رو میشناسم چهرهتون کم کم به من ماننده با کسی ماننده. به همین یکی آهسته یکی خاطرش به یاد اومد. گفت که من نفهمیدم که من مادر داشتم. گفت من از خرسندی نمیدونم چه خیلی خودم را گم کردم و پدرش گفتم که موزنه را خاطرش به یاد اومد ما رو میشناسد. همین خیلی موزنه چندین سال یک طرفش تماما کار نمیکرد. خیلی و یاری خیلی همشیره های مهربون ما را تبابت کردیم. حالا خیلی موزنه نغزه سوزه یک دستش نغز کار نمیکنه موزنه را. اگر یگان ناراحتی فرزندانشون رو بینن زیق میشوند درد و دل میکنند و چی مشکلی باشد به یکدیگر میگوییم یکدیگر دستگیری میکنیم. من هم چی مشکلی داشته باشم اول میروم نزد همون کس مصلحت میگیرم برای اینکه اون کس به من رنگ مادر هستند و فرزندان خودشون رو خوب تربیه میکنند. من یگان کمبودی یگان ناراضگی اون کس رو یگان بار احساس نکردم. همیشه از زندگی فقط شکرانه میکنن. همین هر گاهی که میفرایند در دگدان نان میپزند اول حق همسایه ها رو جدا میکنن که اینش به فلان همسایه اینش به فلان همسایه. یگان خوراکی با لذت پختگی باشند در رو به من روی میکنن. همین قدر یگان مشکلی نداریم. ما مناسبت خوبی همسایگی داریم. لیکن من او را خواندم کلانو اجازه نمیدن. راست دیگه میفتن که اولادی ما در که یگان کس خوندن تا نیک من کوشش کردم پدرش گفتم نه من موزنه را میخونم وای معیوبم باشد بگذار در آینده راهی چه بیابد. خیلی 100 بار شکرانه موزنه در مکتب وزی معلمه مکتبی 96 به معلمه 4 سال میشود که در مکتب 96 معلمه شده کار میکند. خیلی زندگی چه خودش میبرد. مادرم رو نغز میبینم نمیخوام که مادرم بیمار شود. وقتی که خواب رود من زیق میشوم گریه میکنم. به مادرم نمیتوانم. مهمان رو نغز میبینم. میخوام دایم خانه‌مان پر از مهمان باشد و من آنها رو با بهترین پخت و پزهایم مهمان نوازی کنم. اگر مانندیشون نگوییم همه‌شون مهربان هستند، همه‌شون خوش چخچق هستند، اما بعضیشون هستند که هنرش از هنرهایشون فرق میکنند. مثلا دختر کلانیشون با پخت و پزهای عجایب فرق میکند.
همین قدر پخت‌وپزای بامزه دارد که من فکر میکنم من اون هنر ندارم. بسیار وقت من خواهش میکنم زرینه بیاید به من یک جای یک فطیر پزی، یا اینکه مثلا هنر دوزندگی نرگس چنان میدوزد که من نمیتونم، اون دختنی نرگس من نمیتونم و به واسطه دویده میروم که همون کاری هنری همون به من معقول است، همون کاری مرا اجرا کند، همون کاری مرا بود کند و اینها هم کمک خود را دریغ نمیدارند. مثلا مادر نرگس چی کاری داشته باشن اول کاری خودشون نمیمونن و به من کمک میکنن. مثلا فرزندام نگاه میکنن اگر یک مشکلی پیش آمدگی باشد. نمیخوان که اگه گپی دروغ بگو که اگر و میخوام او را که اثبات کنه که امی گپ دروغه، صف دروغگویی را نغز نمیبینن، بعد به تازه هم خیلی تازگی را نغز میبینن. اوز در پیوله که یک کسی چی میخواه میره و نمیخواه، میگو که تازه میگه که نه من خدمو میشون بند میخورم. هم خیلی تازه کودکوی تازه و ازودن خیلی خداوند یک زبونشون نداده. نخستین خانواده در ناحیه دنقره ولایت ختلان زندگی میکردند، ولی به خاطر تحصیل جگربندان علتناک سال 2008 به شهر دوشنبه میکوچند و از پی دریافت مکان آموزش آنها میگردند. میگوید برای طبابت فرزندان تلاش زیاد کردیم ولی همه بی نتیجه بود. از این حالت خوب درک میکردیم که دیگر چاره‌ای نداریم، باید فرزندان را صاحب علم و کسب نماییم. همین طریق را سوی مکتب اینترنت ناحیه رودکی پیش گرفتیم. وقتی که یکم بار دختر ما صوفیا فرنگیز پدرش به مکتب ناحیه رودکی میرن، من نمیدونم خیلی وقتی او را در مکتب موندیم قفو و عقیب گشتن نگاه کردن نمیتونم. خیلی گریه کردم، میرم اومدم خونم 2 هفته تماما من شب خواب کردم نه روز نردم. گفتم من دیگه نمیتونم، گفتم بیا خونه را بفروشم در شهر خونم که من اون را تست رفته ببینم. گفتم خیلی نمیشه. گفت مردکم تا اینجا کار میکرد، میگو من خودم زنک هر روز میرم خبر میگیرم او را، من هرچی حقوقش نمیبرم، من او را نمیپرتم. نمیگو من چیکار نمیتونم. بعد نشید مجبور کردم خونه را فروختیم به اینجا اومدیم به خونه گرفتیم. بعد میرفت هر روز جمعه میشد من دیگه چی نمیکردم، میرفتم من بیگه میشید کودکو را میگرفتم میآوردم با 2 روز دوشنبه. پدر و مادرم را دوست میدارم، برای من هر دویشان عزیزند. برادرم عبدالله رو بیشتر ناز میبینم. وقتی که او به مکتب میرود من به او زیق میشوم، انتظاری میکشم که کی او میبیاید و باز با هم صحبت میکنیم. یک دوگانه دارم نامش نصیبه، او نیز به مثل من گپ نمیزند و هم دوزنده است. یک جای میخوندیم، مکتب هم یک جای میرفتیم. همه فرزندانشان یکی از دیگر زیباتر و خوشمعاملتر و هنرمند هستند. هرچند چنین نقصان مادرزادی دارند اما خود را از جامعه دور نمیکشند. همیشه با چی در کارهای خواجگی، کارهای اویلوی، چی در دیگر مسئله ها همیشه به ما کمک میرسوند. میخوان که بیشتر همه چی را بفهمیدن، همین خیلی چیزی باشن همین بفهمون مرا که همین چی میشه و همه کنجکاو هم بسیار. و هم تجربه ثابت ساخته است که اگر ناشنوایان از خردسالی به تعلیم یعنی آموزش ایما و اشاره با زبان مادری فرا گرفته شوند در زندگی مشکلی نمیکشند. تعلیم به انکشاف نطقشان یاری رسانیده معلومات بیشتر آنها را فرا میگیرد. آموزش ایما و اشاره و انکشاف نطق دوره معین خود را دارد. اگر کودک دیرتر به آموزش رو بیارد دخترش در یکمی تجمع زندگی میکرد و گفت امین نرگسه نمیمونی، گفت ما برم قطعی چم گفته که اونجا چکنوه یوردم کنه خیلی گفته که دوزنده گفته یوردم که هم بخچه بو یاد میگیره.
بعد خیلی گفتم مایلش بعد خدمم رفت روز دیگه دیلم نمیشه که یورو پختن منتو و آش را دوست می‌دارم. آماده کردن تارت و سمبوسه را نیز می‌توانم. تیار کردن همه نمود خورش‌ها را می‌پسندم. از عهده پختن همه چیز می‌برایم. تازگی را نقض می‌بینم. کار می‌روم. کارم نیز به من پسند است. به خاطر زندگیم را پیش بردن کار می‌کنم. از کار آمده باز به کارهای خانه مشغول می‌شوم. بر ضمن همه این مشکلات مادر شکرانه میگوید که تقدیر کودکان را از چشم و پا محروم نساخته است. دنیا را میبینند. گشتن در روی زمین آفریده خدا نصیب گشته است. فرزند کلانی زرینه پخت و پز خانه را به عهده دارد. چون با او هم صحبت شدیم، او نیز با ایما و اشاره با ما از بی‌وفایی قسمت روزی دل کرد. زرینه را مادر با صد امید و آرزو خانه‌دار میکند، اما بخت بر رویش نخندید. اگر علت ناشنوایی زرینه برای مادر یک ضربه بود، ناکامی قسمت او غصه دیگر برای مادر است که همیشه قلبی او را آزار می‌دهد. سال 2010 دختر کلانی من یک تا بچه وحدت اومد گفت که قطیوچه‌اش اومدن دیدن، گفت اومده دخترت محقوله چه خونه‌دار شدن، خونه‌دار شد و رفت بچه برد رو 1 سال استودن. من هر روز گریه میکرد، میگفت که دل من به دخترم میسوزه، خیلی دختری مهربانه، دختری کارگره، همه کارا میکنه، ایوه کلین زبان داره، این مرا هرمن میکنه. لیکن گفت شوش نیست، دل من میسوزه، گفت بیو بر دخترت. روز دیگه دلم نمیشید، میگفتم نمیخواستم که خونه این ویران شود. بعد خود چون اومدن یه روز بلنیسه خوب بودم که اومدن گفتن که او چطور بگو بیا کیره بره زرینه رو خیلی ما آوردن نتونستیم، بگو بیا یا ببره. گفته که زیق بسیار گریه میکنه چی میکنه. بعد خیلی روز دیگه آوردم زرینه رو قطیمون 1 سال دیگه نگاه کردیم، نیومد شوهرش. از شوهرم جدا شدم. من دیگر عائله دار شدن نمیخواهم. زیرا او مرا پرتافت. علم آور برایم آن است که فرزند ندارم. پیر شوم مرا کی نگاه میکند؟ از این بسیار ضیق میشوم. برای همین میخواهم مادر جانم دائما بالای سر ما باشد و مرا نگاه و بین کند. این مادری علم دیده از تقدیر کشیده خود افسوس میخورد. میگوید قبلا درباره نکاح خویش و تباری معلوماتی نداشتیم. مشقتی که من کشیدم در سیمای کسی دیدن نمیخواستم، ولی با مصلحت والدین پیرم بار دیگر برای از بین نرفتن رفت و آمد خویش و تباری با اپ هم قده شدیم. اما فرزندان تا حالا کودکدار نشدند. سبب این است ازدواج خویش و تباری نزدیک است. عذابی من میکشم، گفتم خدا میدونم، خدای تعالی دیگه هیچ که نمیدونه که من چه خیلی عذاب میکشم. گفتم نمیکنم همین کاره. و با اپم رفت گفت هم تقدیر خدایه که این قوادم را بین هم اپا و خواهر چقدر میشون هیچی نمیشوه که شما هم خیلی میکنین. رفتک اتاوچای پیر ما و اتاوچم 90 ساله. گفتم خودی ای کلوب گرفتنم ورو وردم. گفتم یکی یگون اوه نکشم. پدرم گفت که بچم خیلی هیچی نمیکنه، امر تقدیر خیلی خدایی است. میگه یکی و فرزندای سالی میکنم. گفتم ما تجون، گفتم شما در خونه نمیدونی که ما چه خیلی عذاب میکشم. بعد گفتم خیلی اتاوچای پیر ما گرفتن آوردن. ما گپیم را چه خیلی رد کنم، گپیم را رد کردن نتونستم. راستیگه میگوید پیوسته کوشش میکردم که به هر فرزندم دست یاری دراز نمایم. محبت مرا نیرومند، عاقل‌تر، مهربان و نکسیریشتر گردانید. اگر سال پیشتر ظلمات غم و اندوه هم بالین من بود، اکنون محبت کاشانه مرا روشن کرد. زیرا فرزندان را در محیط عائله و دامان خود به کمال رسانیدم و دیگر ارمانی ندارم. تا روزی که عالم و آدم است، محبت مادر به فرزندان جاوید خواهد بود. زیرا زندگی بی سرجمی و حلقه جگربندان معنی ندارد. هستی انسان از محبت سرچشمه میگیرد و در طغیان آن قلب و اراده انسان آب و تاب می‌یابد.
وقتی او را بردم دیدم گفتم اومدم راستی گپ همین خیلی گریه کردم گفتم اما گفتم ما فقط فکر میکردم فرزندای ما وقتی ما او جدیدم رنگ فرزندای ما صدها خیلی یعنی که خیلی حکمت همه امیره غمخوری کده همه امیو را هزار رحمت هم معلم بودم که مثال امی زبانی امیو را دونستن آسان نیست با زبانی امیو گپ زدن آسان نیست زبانهای امیو را یافتن با امیو همه شرایط با امیو مهیا کردن هزار رحمت من می ندارم. به مکتب می روم، درس می خوانم، درس ها که تمام شد به خانه می آیم. در مکتب به ما خوراک گرم می دهند. در خانه درس ها رو تیار می کنم، تلویزیون تماشا می کنم، استراحت می کنم، با سحر به مکتب می روم. وقتی که تلویزیون تماشا می کنم نمی فهمم. بعد رفته و درس تیار کنی مشغول می شوم. اگر به حیات این عائله عمیق‌تر نظر بیافکنیم، آنها نمی‌خواهند که در زندگی دستنگری کسی باشد. هر یکی از آنها خدمت کردن را فعالیت اساسی می‌حسابد. نیرویشان را صرف آن خواهند کرد که نظر جامعه به معیوبان به سوی مثبت تغییر یابد. اگرچه واژه‌های معیوب و دارای امکانیت‌های محدود در نسبت افراد معیوب 100% برای کسی قابل قبول نیست، از طرف دیگر معیوب همان است که خود را همان طور تصور و قبول کرده است. میگویند اگر ما خودمون را آدمی برای جمعیت نادرکار احساس سازیم، دیگران هم به ما همین گونه مناسبت خواهند کرد. در واقع زندگی نامه این عائله برای برخی از نفرانی که بیچاره‌وار نزد تقدیر مینالند سبق زندگی خواهد بود.